تو این ویدیو میخوام خاطره سفر رشت رو با شما به اشتراک بذارم. اول اینکه باید بگم من برای رفتن به این سفر خیلی ذوق و شوق داشتم. میپرسید چرا؟ به خاطر اینکه تا به حال به رشت سفر نکرده بودم. زمان سفرمونم بهترین تایم بود برای رفتن به اون منطقه. پاییز، هوای بارونی و سرد. مثل هر مسافر دیگه ای اول از همه مقدمات سفر رو چیدیم. وسایل و لباسایی که لازم داشتیم رو با دقت هرچه تمام جمع کردیم. جمعه ساعت 10 به 9 از محمودآباد برای رسیدن به مقصد هر چقدر که تونستیم شهرهای ساحلی رو رد کردیم. رویان، سیسنگان، تونکابون، نور و یه عالم شهر دیگه که من الان اسامیشون رو اصلا یادم نیست. اولین جایی که توقف کردیم رامسر زیبا بود. این جایی هم که میبینین هتل رامسره که من فوق‌العاده عاشقشم. به نظرم یکی از هتل‌های بسیار جذاب و خاص توی ایران هست که اگر تجربه سفر به رامسر رو داشتین بهتون پیشنهاد میکنم حتما بهش یه سر بزنید. چند دقیقه توقف کردیم، کاپوچینو با کیک خیلی تازه خوردیم، یه قدم توی محوطه هتل زدیم و از دیدن درختای رنگ و رنگش لذت بردیم و در نهایت دوباره راهی جاده شدیم. هر چقدر به رشت نزدیکتر می شدیم هوا مطبوع‌تر، خنک‌تر و دلپذیرتر می شد و در نهایت هنگام ورود به شهر زیبای رشت با این هوای بارونی و جذاب روبرو شدیم. از اونجایی که رشت به غذاهاش معروف و ما هم حسابی گرسنه‌مون بود، قبل از گرفتن هتلمون راهی کافه کباب شدیم تا یه غذای رشتی خفن بخوریم. اینم فیلمیه که از در و دیوارای قشنگ کافه کباب گرفتم تا شما هم ببینید. ممنون لطف کردید. میرزا قاسمی، باقالی قاتو، پامادورا، ترشی تره. اولین پامادورا رو تست کنم ببینم چه مزه‌ایه. بفرمایید. خوشمزه بود، تقریبا شبیه میرزا قاسمی، یکم همچین ترش و ملسته. ترشی تره رو ببینیم چیه. باقالی قاتو میرم اینقدر دارم غذای رشتی میخورم. not bad. اینم که میرزا جان قاسمی امتحان خودشو پس داد. اینم از غذای کافه کباب که به نظرم خیلی عالی و خوشمزه بود و جزئیاتش هم براتون گذاشتم. بعد از خوردن غذا یه قدمی توی پیاده‌روی کافه کباب زدیم، خونه ها رو دیدیم، زیر بارون نم نمم برای اینکه خیلی هوا بهمون بچسبه با همدیگه یه سیگار لایت و سبک کشیدیم، جای همگی خالی. در نهایت غروب به بوتیک هتل زیبامون توی رشت رسیدیم. بوتیک هتل میجان که نگم براتون چه حس و حالی داشت. خونه قدیمی که به گفته مدیر بوتیک هتل حدود 200 سال قدمت داره و به جا مونده از دوران قاجاره. موقع رسیدنمون به بوتیک هتل بارون خیلی شدیدتر شد. تصمیم گرفتم پنجره اتاقمون رو باز کنم و از پنجره صدای بارون قشنگ رشت رو بشنوم و از این محیط به شدت زیبای بوتیک هتل با نوشیدن یه چای گرم کنار همسر عزیزم نهایت لذت رو ببرم. بعد از خوردن چایی از اونجا که خیلی ذوق شبای رشت و میدون شهرداری رو داشتیم، توی همون هوای بارونی پیاده راهی میدون شهرداری شدیم. همونطوری که توی تصویر میبینین سیل از آسمون میومد، بارون که چه عرض کنم. خیلی حال خوبی. ببینیم. واقعا حس عجیب و خیلی قشنگی داشتیم. عالی بود، بی‌نظیر بود. اینم خود من که زیر بارون قدم میزدم و از شهر زیبای رشت لذت میبردم. اومدیم کافه‌های کنار خیابون به عشق رشت خوشکار. بارون میاد، پلاستیک زدن، هوا سرده. ما میخوایم سردی هوا رو با یه چای گرم حسابی برطرف کنیم. خلاصه که اگه سمت رشت رفتین از این رشته خوشگارا و چایای کافه خیابونی غافل نشید. بعد از کلی چرخیدن تو خیابونای رشت و حسابی خیس شدن به بوتیک هتل قشنگمون برگشتیم.
و در نهایت شب اول رو در شهر بارونی رشت زیر سقف خونه‌ای با قدمت 200 سال از دوران قاجار به سر کردیم تا یه روز دیگر رو توی این شهر قشنگ با یه عالم تجربه‌های جدید شروع کنیم. اگر تو هم از خاطره روز اولمون لذت بردی میتونی همچنان همراهمون باشی.